هر کسی در زیر محنت میمره و شهید میمره. این حدیث صحیح است. کسی در زیر بار زندگی در محنت میمره و ای آدم اجر شهید میگیره نزد الله ده. ای محنت کردن ننگ نکنیم که ما شهید میمردیم. برای هر کسی که در محنت میمره، محنت حلال در دنیا میگذره و شهیده. یکم بحثمون این بود. دویم بحثمون بحث میکنیم برادرو، العلم و علمان. علم دو تقسیمه. بزرگای ما میگن که علم دو تقسیمه. العلم و علمان. علم دو تقسیمه. علم الاحکام و علم الابدان. خصوصا صاحبای ما اخیدا هم بحث میکنن. علم احکام بوده، علم ابدان. احکامش علم حلال حرام میشوه، ابدانش علم طب. علم چند تقسیم بوده؟ دو تقسیم بوده. ای نقطه نظر شریعت ما علم دو تقسیمه. علم شریعت بوده و علم طب. همه علم بعد علم.